امروز دوشنبه سیمای ایدونا کسب نموده برنامه‌های فرهنگی و فضای شادی و سرور ساکنان و مهمانان شهر را به استقبال سال نو فرا گرفته است. این تنتنه‌ها بازگوی فضای صلح و ثبات، وحدت ملی و شادی و سرور ساکنان پایتخت میباشد. تنتنه‌های اساسی ایدانه سال نو با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در پایتخت با شکوه و شهامت خاصه ادامه دارد. شامی روز 31 دکبر با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با مناسبت فرارسی سال نو میلادی 2026 در میدان استقلال شهر دوشنبه شو کنسرت ادانه سال نو با اشتراک استادان هنر و هوسکاران صنعت جوان پایتخت برگزار کرد. در ابتدا معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی پیام شادباشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را با مناسبت فرارسی سال نو میلادی 2026 با کل ساکنان و مهمانان پایتخت رسانید. سالی که سپری گردید همچون سال 34مین سالگرد آزادی و صاحب اختیاری وطنمان برای خرد و بزرگ مملکت واقعا تاریخی و باورور و سال عملی شدن آرزو و آرمان‌های سازنده ملی امون بود. در این سال مردم زحمت قرین و سربلند دوشنبه با کار و فعالیت عقلانه و صادقانه خود بر روند پیشرفت و ترقیات سرزمین زیبایمان وسعت تازه بخشیده برای فردای باز هم آباد و آسوده آن زمینه‌های مساعد و پایدار و استوار گذاشتند. سال 2025 واقعا سال بردباری ها بود. در سال 2025 بنده هم عالم سال جمهوری تاجیکستان گشتم، هم کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان. علاوه بر این کتاب فیزیک ابن سینا بنده در آمریکا چاپ شد. در نمایش بین المللی کتاب‌ها در فرانکفورت، نیو دلی، استانبول و پکین به نمایش گذاشته شد. طور تاکید کرده سالهای اخیر شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان تحت راهنمایی‌ها و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیمای زیبا و زمانوی کسب نموده به مرکز بزرگ برگزاری چهارمین‌های عمومی جهانی سیاسی و فرهنگی تبدیل یافته است. پس از تبریکات رهبری شهر در صحن میدان با اشتراک صنعتکاران جوان و صاحب استعداد کشور چهارمین ادانه که در سطح بلند غایوی و معنوی آماده شده فرارسی سال نو میلادی 2026 را ترنم نمود. پیشنهاد ساکنان و مهمانان گردانیده شد با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن سال نو میلادی 2026 و جهت فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت مملکت شهر دوشنبه به خود سیمای ادانه گرفته بود و با تشبث رهبری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه مرکز و دیگر محله‌ها به شهر افسانه‌ها تبدیل داده شده است. سال 2025 به من غالبیت در دوره جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب را داد و با واسطه این آزمون و غالبیت در دور نهایی باوری نسبت خودم را دهچند کردم. در سال 2025 به من خودباوری و خودشناسی را داد. من درک کردم که هر آرزویی که از صدق یعنی کرده شود حتما در آخر عملی خواهد گشت. برای اشتراک در تنتنه‌های ادانه ساکنان سن و سال گوناگون در مرکز و دیگر جایهای جمعیتی شهر جمع آمده با شکرگزاری از فضای صلح و وحدت و آرامی و متحدی وطن فرارسی سال نو میلادی را تجلیل کردند. بازیگر آمده است، گل در کنار آمده است، با همه زیبایی‌اش صوتی هزار آمده است. در انجام چهارمین فرهنگی فراغتی با افتخار فرارسی سال نو میلادی 2026 در فضای پایتخت موشک پرانه ای ادانه صورت گرفت.